مطمئنم کسی تا حالا علائم بالینی هایپوناترمی رو اینجوری بهت یاد نداده بود. اگه خیلی خودمونی بخوام بهت بگم، هایپوناترمی به معنی کاهش سدیم خونه. یعنی سدیم که محدوده پایینی نرمال 135 باشه، اینا کمتر از 135 سدیمشون. بنابراین وارد یک سری فاز و علائم بالینی میشن که اولی علامتش یک سطح استفراغ گذاشتیم کنارش که هر وقت تهوع داشت و میخواست استفراغ کنه توی اون بریزه. پس تهوع و استفراغ جزء علائم بالینی هایپوناترمیه. یک ریه رو میبینیم تا به شما بفهمونیم که ادم ریوی غیر کاردیوژنیک، یعنی ادم ریه که علتش غیر قلبی باشه، جزء علائم بالینی دوم هایپوناترمی محسوب میشه. علائم بعدی هایپوناترمی ادم مغزیه که میبینیم اینجا مغزش داره دیده میشه. علامت بعدی ما کماه که میبینیم بیمارمون چشماش بسته است که به شما یادآوری کنه بیمارمون توی کما رفته. بیمارمون داشته بستنی میخورده، یهو شروع به تشنج کرده، به خاطر همین چوب بستنی لای دهنش گیر کرده. پس تشنج هم جزء علائم بعدی هایپوناترمی محسوب میشه.